راغونانه ها افسانه بود و باش در سر گهواره تختی بخت. این لحظه ها حقیقتا هم ماندگار و تاریخی هستند. بیا سازیم راغون را که فردایش درخشان است. بیا سازیم راغون را که در آن فیض رحمان است. بیا سازیم راغون را که ملک را گلستان است. بیا سازیم راغون را که بختی تاجیکستان است. آشکار و نهان در گفتار و کردار اندر طرح عمل نیروگاه برق آبی راغون که تقدیر کشور و زندگی شایسته ساکنان و آینده فرزندان را می‌سازد. کلید قفل خوشبختی هاست راغون سازنده میلت‌زا. از کعبه و بتخانه، از مسجد و میخانه، مقصود خدا عشق است، باقی همه افسانه. از این رو این لحظه تأکید می باید که وبای عشق را آسان نگیرید. ظهورش ماتم فردای عشق است. دوای عاجل این مرگ قاتل فقط احیای عشق است. راز دریا تشنه میگوید که کو آب گوار، آب میگوید که کو آن آبخوار. حضرت مولوی. راغون بر حق معجزه است، معجزه زمان که آن را استقلال پیش آورده. با تحفه آفریدگاری در زمان گذشته نصیب گشته امان با پی قدم راهبر مورد شناس و جسور و دولتدار صاحب خرد با تحمل عالی بشریگرا. این صفتها محض در راه اندازی طرح تقدیرساز دیار که آینده تاجیکستان را پشتیبان است، اصالت روشنگرایی اصلها و نسلها را به عهده دارد، اثبات خویش را یافت و ما نسل این زمان پیچیده و مرکب را از هزاران دهشت رها ساخت. خاصه از جنگ خانه برانداز تحمیلی آغاز استقلال که همگی دست از زندگی برداشته بودیم، اکنون عمل در تاجیکستان راه اندازی شده ایستاده است که نظیرش را تاریخ بشریت یاد ندارد. بله، این محابات نیست. تا امروز کسی گفتن نمیتوانست که در گوشه کوهستان آفتاب همیشه بهار به دست آدم روی کار می آید و او به طور همیشگی به خواهش صاحب وطن فعالیت می کند. باز در موردی که جهان را صدمه بزرگ مالی فرا گرفته، ابرقدرت ها دست از عملهای سازندگی باز داشته و این معجزه در دیار راه اندازی گشت که اکنون از جنگ شهروندی رها یافته و در خزینه‌اش پیسه برای آبادگری پیدا کردن گمان بود و با جسارتی بی‌مثل و خرد ازلی راهبریش امام علی رحمان به اقدام اساس گذاشت که بودجه این عمل از بودجه دولت برتری داشت. این عمل خودش معجزه است که کارخانه سازمان می‌یابد با مبلغ هنگفتی در عقل ساکنانش نمی‌گنجیدگی. اکنون با این عمل بی قیاس ارمان هزار ساله تاجیک به پرواز آمد. مناجات مولوی درد آشنا با به دست آمدن استقلال کامل دولت ملی و پی قدم بخیر و با برکت راهبر درد آشنای زمان گذشته امام علی رحمان به درگاه آفریدگار مستجاب شد. آفتابا، بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. و اکنون چنین آفتابی به غروب که با درخواست صاحب وطن عمل می کند بنیاد یافتن دارد. کاخ نور در راغون قامت راست کرده ایستاده است که طلوع دارد و غروب نه.
تکیه به فرموده شیخ سعدی امروز میبینیم که آرزوهای در انتظار به پرواز آمدن دارند. قوت رایان است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد. کلید قفل خوشبختی ها تا رسیدن به این روزها بیش از 1000 سال لازم شد. نخست حکیم ابوالقاسم فردوسی گویا آن را پیدا کرد و به جای گشادن قفل در خوشبختی ها خود به بلای ناگهانی سری به سر آمد که ره گم زد در حکمت پیدا کردهش، یعنی خلاصه زندگی شاهان ملت. چنین است عاقبت فرجام جنگ، یکی را تخت و تاج و دیگر را گوری تنگ. به هر حال امیدش از پیدا کردش حد و حدود نداشت و باوری کامل که پساوندانش خلاصه عمیق منطقی میبرند. ولی هزار افسوس که بازم راه 1000 ساله را طی کردن لازم آمد تا شاه بعد 1000 سال آن را جدی به دست گیرد و جان خیش را روی کف گرفته کلید به قفل انداخت. من به شما صلح می آورم، گفت به مردم رهگم سررشته را گم کرده و خوشبختانه گفتهاش را کرد. به اعمار کاخ نور دست زد و موفق شد.